السلام علیکم دامنای عزیز، همین سوال را پرره بر من فهمونید که فوتبال کردن اوبال است یا نه. یعنی فوتبال در اسلام هیچ اوبالی ندارد. فوتبال بازی کردن یگان گناهی ندارد. در یگان احادیث پیغمبر خدا، در یگان سخن مجتهدین ما و شما، در همین 4 سخن، یعنی 4 امامی که از ما و شما، در هیچ کدام همین منع فوتبال نآمده است. یعنی بین رسول اکرم ما و شما را ترغیب به سوی چی میکند؟ ترغیب به سوی شناوری، ترغیب به سوی کمانزنی، ترغیب به سوی اسب سواری. یعنی رسول الله میگوید که اینها در شما چیکار کنین؟ اینها را شما بیاموزین. همه اینها عبارت از چی است؟ وقتی انسان اسب میدواند یا انسان، حتی بین رسول اکرم گوشتین میگرفتند و با حضرت عایشه مثل که امروز یعنی 100 متر و 200 متر میدوند، همین مسابقه ها را با عایشه صدیقه حتی کردند. یعنی تمام نوع همین ورزش همش حلال است، هیچ کدامش گناهی ندارد. همه این برای آب و تاب است. از آنه که مثال بچه ما و شما در قد راه می نشیند غیبت میکند، از آنه که مثال فرزند ما و شما به یک کاری مثال عرق نوشی است، کینو تماشاکنی است، یا یک کار بیهوده دیگر مشغول می شود، اگر فوتبال بازی کند چی جایی گناهش؟ هیچ جای گناهی ندارد. فقط مانع نماز نشود. اگر کدام نوع بازی که اگر در ما و شما مانع نماز شد، و البته حرام است. کدام نوعش، خواه گوشتین باشد، خواه اسبدوانی باشد، خواه شناوری باشد، اگرچه کردنشان سنت است، لیکن مانع نماز که شد حرام می شود. برای همین وقتی نماز است، وقتی ورزش است، مرحمت هیچی عبالی ندارد. اونه که میگویند سر امام حسن و امام حسین است دیگر است، اینا هیچ اساسی ندارند. امام حسین وقتی که قتل کردن، سر او را هیچ کس به پای خود زدگی نیست. حتی میزدم این دلیل نمیشد که فوتبال حرام است. او کافر از زدن میگیرد، سر او را، پای او را، جسد او را. اینا معنای او را ندارد که فوتبال ناجایز می شود. و توپ به کله امام حسین چکار دارد؟ السلام علیکم دامنای عزیز، بعد سلام و شما یک سوال دارم. همین سوال را پرره بر من فهمونید که من خفتن را خواندم، در جای درودا قل هو الله را خواندم، همین نماز من قبول شد یا نه؟ البته قبول می شود. اگر انسانی که در جای درودها قل هو الله را هم که خواند، اون نماز قبول می شود. نماز قبول می شود. در نماز او هیچ سهو و خطا هم پیدا نمی شود. لیکن این معنای او را ندارد که مثال ما و شما اگر در جای درودها هم اگر سوره اخلاص هم که بخوانیم، نماز ما درست شدن میگیرد. یعنی در جای او همین را خواندن بگیریم. البته یعنی در جای اخلاص، در جای درودها اخلاص خواندن سهونش انسان گناهکار نمیکنه. لیکن این ما و شما قصدا نکنید، زیرا که یعنی تغییرات در همین موضع ها می شود، اینجا ترک سنت می شود، ما و شما گناهکار میشیم. اگر دیده و دانسته و قصدا بکنید. السلام علیکم آبای حاجی، اولا سلام بر شما. بعد از سلام من میخواهم که یک سوال را بر شما بگویم و شما به این سوال ما پرره پاسخ گردانید. سوال ما این میباشد: بعضی آدمان میگویند که تای کش را تراشیدن اوبال است، بعضی ها میگویند که اوبال نیست. من میخواهم که با این سوال ما پرره پاسخ گردانید. از شما خواهش میکنم که درباره این سوال کمی معلومات میشنیدیم. یعنی زیر کش تراشیدن یا چیدن هر دوش سنت است. یعنی چیدنش هم آمدگی است در حدیث ها، تراشیدنش هم آمدگی است. لیکن در تراشیدنش نه، بلکه در تراشیدنش نه و در چیندنش بعض فضیلت ها را رسول اکرم خبر دادند. یعنی اگر انسان زیر کش میچیند، یعنی بینایی چشمش، روشنی چشمش زیاد می شود. گفته پیغمبر خدا بر ما و شما خبر دادند. و الا اگر کسی که یعنی زیر کشم تراشدم در مسئله ها میگذرد، در حدیث ها میگذرد، هیچ اوبالی ندارد، گناهکاری ندارد. کسی میخواهد میتراشد، کسی میخواهد چیندن میگیرد، باکی ندارد.
السلام علیکم داملای محترم. حاجی داملا میرزا مراد برادری داشتم گذشته شدند و از او یک دختر و 2 پسر باقی ماند. آنها همگی در نزد من تحصیل علم دین میکنند. اولا در حق برادرم، ثانی در حق دختر و پسرانش دعا کنید که صاحب علم عملی شوند. با احترام یکی از مخلصان شما. خدای مهربان اون برادر روح ارواحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور و فرزندهاش پروردگار و علم نافع، علم با عمل نصیب و روزیشون سازد و دائما دعاگو در حق پدر مادر و خلق جمعیتش خدا نصیب و روزیش سازد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش دارم با همین سوال من جواب بده. در مسجد ما در نماز خفتن امام نبود. ما 10-12 نفر بودیم. یگان کس پیش ندر آمد نماز بخوانیم. ما در بین ما یک طالب علم بود. ما با وی گفتیم خیز نماز را بخوان. گفت هر کس خودش طاقه بخواند. پیشتر آمدنی کاری آسان نیست. نماز را هر کداممان طاقه خواندیم. یک خیل نماز را میخوانیم. نماز خواندگی ما جایز است یا نه؟ مقصدش در نمازی با جماعتی که در مسجد جمع شدن یک طالب علم هم در بینشان بوده است، لکن وقتی که پیش گذراندن طالب علم به عهده نگرفته است که امامتی کاری آسان نیست، بلکه هر کی یعنی تنها نماز بخواند، البته همون طالب علم در این معرکه گناهکار است. زیرا که نماز با جماعت این با آیات‌های قرآنی و با حدیث‌های صحیح پیغمبر خدا چقدر تأکیدات سختی در نماز با جماعت آمدگی هست. وقتی طالب علم که اگر فتوا می‌دهد که هر که تنها بگذارد، پس مثال از مردم عامی دیگر ما چی جای طلب کنیم؟ وقتی طالب علم کی شدی، یعنی بین در بین جماعت اگر همه نادان باشد، یکی از همون نادان‌ها میتواند که پیش درآید. برای همون اهل جماعت کسی که بهترشون باشد، یعنی نماز همش به سبب همون امام شد درست میشه. این که طالب علم بود افضل بود، باید که نماز جماعت ترک نمیکرد. یعنی مادامی که خود ترک کرده است و دیگرها را البته باز دلالت کرده است، در اینجا چی میشود؟ البته گناهکار میشود. من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. پیغمبر میگه کسی فتوا میدهد در مسئله که علم در او ندارد، چه هست؟ در نزد خدا در فتوای دادگیش مسئول است و گناهکار است. در هر جا که اگر 2 نفر که باشین نماز جماعت برپا کنید، حالا که مثال 3 نفر و 4 نفر و تا 12 نفر جمع شد، نماز جماعت شما ترک نکنید. این رسول اکرم میگوید کسی که اگر با خوبترین وجه طهارت میکند، بعد آمده از پس امام نماز با جماعت میخواند، فقط استحق رحمت الباری. اون کس در رحمت خداوندی چی شد؟ غرق شد و رحمت خداوندی بالای سر اونها میبارد. این نماز جماعت اینقدر فضیلت و اینقدر افضلیت های خیلی زیادی دارد. از این خاطر کدامت که نباشین، اگر کمی بهتر از همون قوم باشین، پیش در آمده نماز مردم بخوانین، انشاءالله ثواب میگیرین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت های این نماز جمعه که الحال بندگانت انجام میدهند، همه اینها را خدای برخوردار بسازی و مراد و مطلوب و مقصودهایی که در دل دارند خدای با فضل کرم خود برآورده خیر بسازی. و خواهر و مادرهایی که الحال در این نمازهای ما و شما اشتراک دارند، اینها را پروردگار مهربان همگی را عمر دراز وقتی سفید نصیب و روزیشان بسازی. جمیع آن ثواب، آن مکافات هایی که در نماز جمعه هست، در مسجد هست، خدای بر این مادر و خواهرای ما و شما نصیب روزی بسازد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. حتی سلامت بدنهای ما را نگه بدار. خدای مهربان تا دم آخر شنوایی ما را از ما جدا نساز. خدایا تا دم آخر بینایی ما را از ما نگیر. اللهم انا نعوذ بک من الکفر. پروردگارا
از کافر شدن در دین تو ما را و اولاد ما را خدایا نگه بدار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر و من فتنة المسیح الدجال. پروردگارا ما را از عذاب قبر و از فتنه هایی که در داخل قبر هست خدایا نجات بده و خدایا از دجال و از پیروی دجال پروردگارا ما را نگه بدار. اللهم اعن على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل و سلم و بارک علی. پروردگارا تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت و در قید حیات خدایا نگهشان بداری، طاعت عبادت هاشون باز هم از این هفته دیده زیباتر بسازی و درگاهت خدایا مقبول بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم. خوش آمدین. خیلی بدبختی هست، خیلی بدبختی هست. امروز اگر جوانای از شما در کوچه میبینین که یک دختر در دستی، مثال گوییم دستش در دست یک بچه است، اگر تو را خدا غیرت داده باشد همون جوان مثال میتونی که پند موعظه کنی. چگونه که حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمتش کنه تکو غیرت او را اگر امروز در این جهان ما تقسیم کنند شاید به همه مردها غیرت او رسد. قدر غیرتی بلند داشتند که در شهر اگر مرد همراه زن یک جا می دیدن دستی به دست نه، فقط پهلو به پهلو نشستگی یا یک زل قدم زنان با دره می زدن یکدیگر را جدا می کردن. می گفتن در کوچه تو زنی اگرچه قانونی او هم که باشی تو حقوق نداری که در کوچه دست و در دست شوهرت باشد، این ده حقوق نداری، زیرا که این عمل تو با جوانها تاثیر دارد. به این خاطر امروز همون جوانی که اگر گوییم دخترها را در آغوش میگیرد یا دستی او را گرفته یا میانی او را داشته و راه میگردد، وای بیچاره آدم جاهل است، وای عاقبت چه نمیداند. نه این دختر میداند نه این بچه از عاقبت چون چیزی نمیداند که عاقبت این کار چی میشود. بسیار عاشقا را دیدیم که با خودسوزی و با خودکشی رفتند، بسیار عاشقا را دیدیم که در زندان ها خوابیدند، بسیار عاشقا را دیدیم که گویم که خانه های چند آدم های حلال دیگر را باز حرام کردند. از این خاطر جوان عزیز میتونی که تو را نصیحت کنی، میتونی که وای فیراد زنی گویی برادر عزیز همین کوچه ای که ما و شما حرکت داریم و همین نام اسلامی که در تو هست این زیبنده نیست که تو دست این دختر بیگانه را تو در دست، اگر چیز زنت باشد حتی دست زن تا داشتن این جوان مردی را نشان نمیدهد. بسیار خوب میشد حدیث پیغمبر است اذا رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر وقتای شما یک منکرات میبینین، یک کاری نادرست با چشم دیدین، با دست هاتون تغییر دهید. امروز اگر چی ما اونها را گوییم که با دست من زده نمیتونیم، لیکن در دوام حدیث حبیب خدا چی گفتند؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر با دست ها که شرایطش نباشد با زبانتون اونها را نصیحت کنید. و این لم یستطیع، اگر با زبانتم که نتوانستی فبقلبه و ذالک اضعف الایمان. با دلت ویا بد ببین، لیکن با دل بد دیدن این نشانه ضعیفی ایمان ما را نشان میدهد. و این خاطر امروز ما میتونیم همون جوان پسرها همش بچه های ما و شما هستند، همون دخترک ها همش خواهر و دخترای ما و شما هستند. همونا را میتونیم فریاد زنیم که ای خواهر عزیز همین عشق بازی تو داری، من تو را به خدا قسم میخورم آینده نداری. تو الک گویم زندگی حلال پاکیزه را دریاب کرده نمیتونی، آینده تو فرزندای سالم و صالح به دنیا آورده نمیتوانی، تو دیگر مادر اساسی شده نمیتوانی. تو در بین چشم اینقدر مردم، در بین مردم آشکارا زنا داری. این زنای دست است، این زنای چشم است. تو داری این از آیندت فکر نمیکنی. اگر وی تو را دشنام دهد در هر یک دشنامش 100 ثواب از نزد الله میگیری، اگر تو را دشنام دهد. لیکن انشاءالله من باوری دارم از بین همین 10 همین عاشقای بی عقل شاید 1 یا 2 نفر شما و شما را دشنام دهد، لیکن اکثریتش انشاءالله قبول می‌دارد.
برای همین انشاءالله شما میتوانید، اونا همش فرزندای ما و شما هستند، حق داریم که اونها را نصیحت کنیم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا رحمتش کنه در فتواها میگه که اگر به پیش قماربازها گذشتی قماربازها را سلام بده. ببین قماربازی حرام است. وقتی میگه تو سلام میدهی و وقتی که به تو جواب میگرداند، یعنی حداقل یک لحظه از همین کار حرام دور میشود کو. و این خاطر ما میتونیم که همون را یک لحظه فریاد زنیم، هر دی اونا را نصیحت کنیم. پدرها و مثال کدام کلانترایی که هستین اونا را دیدن پس دشنامشان نتین، بلکه اونا را فریاد کردن نصیحت کنیم، انشاءالله خوب میشوند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، درباره سلام دادن شرح وسیع دهید. ما یک گروه مخلصان شما از شهر باستانی خوجند هستیم، التماس بسیار ضرور است. این چنین درباره شخصی که قهری میکند با برادرش، انشاءالله من این برادرها قطعا حتی تلفنی صحبت داشتم، جمعه آینده من مفصلا در اطراف سلام دادن، سلام چگونه باید باشد، از جانب کی باشد، چی اجر دارد، انشاءالله صحبت میکنم. برادرای عزیز و گرامی، اینجا یک سوال است، شاید نوبتی اون می آید نمی آید. درباره تازگی از همه شما دادرای عزیز، من باید در اطراف تازگی باید صحبت‌های کم داشته باشم، زیرا که همه شما الحمدلله که بچه های نمازخوانین، الحمدلله که چندین بارها از خوشبویی و از تازه گشتن شما چندین حدیث های رسول اکرم شنیدگی هستین. و این خاطر وقتی به نماز جمعه می آیین لباس های تازه تان پوشین، لباس های بی بوی بپوشین، لباس های افلاس نباشد، لباس های چرکین نباشد، کونه هم که باشد تازه و گویم بوی عطر داشته باشد. این حالت در شما بسیار یک ثواب کلانی را نائل می شوید. بعضی برادران حتی که همون جویربه هایی که می پوشند در پهلوش برادرش از او شکایت دارد، در پهلوی او برادرش نشسته نمیتواند از بوی بدی بدن او یا از بوی بدی جوربی که وی پوشیده است. از این خاطر تو در عزیز وقتی مسجد می آیی بدن تو باید بی بوی باشد، که این در حتی در نزد گویم عبادت و در نزد هر یک عمل انجام میدهی و حسنات و نیکی های تو را دور میگرداند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، سوال دارم. آدمایی که شرایط ندارند دسترخوان کردند، قربانی کردند، اگر کنند چی می شود؟ دویم، غسل در خنکی، در بیسویتی، در بیشرایطی، آب خنک البته ضرر دارد، چی باید کرد؟ برادرانی که الحال سخن مرا شنیده ایستاده این، یا اینکه گویم کسی که نباشد آینده هم این سخن مرا میشنود، من در اطراف آن شخصانی که شرایط ندارند لیکن روز یکشنبه به همه ما و شما معلوم است که عید قربان است و این روز ما و شما با زمین نداشتن، با زمین بی شرایط بودن، باز گویم با طریق قرض است، با طریق یگان اسباب خانه را فروختن است، تا که دسترخوان من آرا و تارا و تا که دسترخوان من از دسترخوان مثال گویم فلان بای بچه هیچ فرق کننده نباشد. این صحبت ها را خیلی ما طولانی در باب صدقه برای شما صحبت داشتیم. اسلام هیچ وقت دینی سختگیر نیست، هیچ وقت بالای ما و شما هیچ مشکلات از زم کردنی نیست، بار کردنی نیست. خداوند در قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را از قوتش دیده زیاد تکلیف نمیتون، هر یک انسان موافق قوتش. به این خاطر دادرای عزیز اگر شما اراده ثواب داشته باشین
و قرض کنین یا چیزی از خانه را فروخته و دسترخوانهاتان را زیبا کنین، یا اینکه گویم که شرم و حیا گویا شرم خودتان شکندنی باشین، شما در این دسترخوان چیزی از ثواب نائل نمیشوید. یا اگر برادری که قرض میکند و قربانی میکند، اینم ثواب ندارد. قربانی برای آدمی بای است، برای آدمی با دولت است، برای آدم هایی که بی شرایطند، دولت ندارند، مال ندارند. به گردن شما خداوند قربانی را واجب نگردانیده است. برای چی ما خودمان آن چیزی که به ذمه من واجب نیست به ذمه خود، به دوش خود میبرداریم. از این خاطر هیچ ثواب در آن دسترخوان نیست. دادرای عزیز، دیگر که زمانی او شرم و زمانی که همسایه مرا طعنه میکند و زمانی که مثال دیگر و دیگر، اینها را دیگر ترک کنیم برادرای عزیز. امروز ما باید پیروی قرآن و پیروی احادیث های رسول اکرم شویم، پیروی گفته های مردم نشویم. وای به حال همون مردمی که آمده و دسترخوان مرا نگاه کند که اگر دسترخوان من خراب باشد و او طعنه بر دسترخوان من کند، والله که وای ایمانش کامل نیست، وای ایمانش کامل نیست. او چی حقوق دارد که دسترخوان مرا گویم کم بودیش میگیرد؟ وای نمیداند که حال من چگونه هست. از آن که من شکم این گونه تنپرست ها را سیر میکنم، شکم فرزندم، شکم عائلم برای ما فرض و واجب است. اینا برای ما ضرور هستند. چی کنم که وقتی همسایه مرا طعنه نکند گفته و برای او بهترین دسترخوان آماده کنم، لیکن از بعد عید بعد در ادای قرض کنی شوم؟ این چی معنی دارد؟ برای همین دادرای عزیز و برادرای مهربان، وقتی چی دسترخوان را که میبینین زیاد دارد کم دارد، باید که شکرانه به سوی خدا کنین، دعا کنین کم باشد خدا نعمت در این خاندان زیاد کن. رفتین میبینیم دسترخوان خوب است، باز دعا کن که خدایا باز سخاوت این مرد زیاد کنه. بالای دسترخوان او ما در حال گویم غضب و قهر پیدا نکنیم که از کجا آورد و از کجا آورد و فلان فلان. برادرای عزیز، مسئله دومی که گفتن، بسیار جوانالی سوال ها، چند سوال است اینجا که سحر میخیزیم احتلامی شدیم. مثال شرایط نیست که آب گرم کنیم، یا اینکه بعض انسان های هستن میگوید با عائلت خانه‌داری میکنی، سحر میخیزی شرایطی آب گرم کردن نیست، چیکار کنیم؟ تا حد امکان همه شرایط دادرای عزیز استفاده میبریم، همه شرایط، چی با طریق گاز باشد، چی با طریق هیزم باشد، چی با طریق سوید باشد، از همه این اگر محروم باشی و هیچ امکانیت پیدا کردن آب که نباشد، این حالت در شما طهارت خالی کنین، نمازاتون خوانین تا زمانی که با این شرایط برای شما مهیا شدن. شرایط 1 ساعت بعد یا 2 ساعت پس مهیا کی شد، اون زمان غسل کن، باز برای نماز پیشینت دیگر با یک طهارت پره و با یک بدن گویم تازه تو نماز میخوانی. لیکن در حالتی که نباشد شرایط، شما با آب خنک آبازی نکنین که این ضرری در بدن شما میشود. اینجا یک برادر دیگر هم تکلیف کردن در حق همون برادرهایی که در همین مسجد نو، در همین ساختمان نو سهم گذاری دارند، در حقشان دعا کنید. گفته اینجا یک چند برادرها را من نام میگیرم، در حقشان دعا میکنیم، اگر چندی که خیلی زیاد هستند. برادرمان حاجی عارف، خدا در عمر و جانش برکات دهد، که حتی در همین مسجد پهلوی نوی که کردیم خیلی سهم گذاری کلان کردن، در این اطراف در این هم کمک ایشان وجود دارد. و دیگر برادرمان اکی خیرالله بود، یک برادر دیگرمان عبدالجلیل از مسچا هست، اونم کمک کردند. یک برادر دیگر داریم میرزاخان از حصار، وی هم در همین بنای مسجد نو سهم گذاری دارند. و یک برادر دیگرمان اکی مراد که از همین انگورباغ است، سوخاز انگورباغ، که در حق مادرشان گفتند دعا کنیم. مادرشان هم یک آدم پیرانسال حاجیه هست،
خداوند حج هاش قبول بگرداند و خداوند خاتمه بخیر بر این مادر نصیب بگرداند و فرزندهاش خدا از همه آفتها در حفظ امانش نگه دارد. و برادرمان دیروز از خوجندم اکای ناصیر هم مبلغ روان کردند که در همین مسجد برای بنای مسجد و یک برادر دیگر همین سحر باز یک مبلغ دادن که در همین مسجد صرف کنید گفته و دیگر انشاءالله باز در آخر جمعه من شخصانی که کمک کرده ایستادن میخوانم. خدا همه آن بندهانی که در این مسجد سهم گذاری میکنن از آن جمله این بنده هایی که الحال نام ایشان خواندیم و همه مراد و مطلوب ها خداوند موفق شان بگردانی آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز، بگویید که آیت های منسوخ شده در نماز خوانده می شوند به مانند آیت 6 سوره کافرون. با احترام یکی از مخلصان شما. بله البته آن آیت هایی که منسوخ شده که در قرآن هستند این آیت ها را ما در نماز در عبادت استفاده می بریم. اینا در نماز خوانده البته در نماز خوانده می شود. اینا هیچ زیان و زلل ندارند وقتی ما آیت های منسوخ شده را اگر در نماز استفاده بریم. خب السلام علیکم حضرت داملا. آیا ما از بعض داملاها تبرک گفته چیزی میگیریم؟ آیا درست است یا نادرست؟ یعنی در مردم ما و شما هم کلمه تبرک استفاده می شود. تبرک اصلا خودش کلمه عربی هست، معنای برکات را دارد، معنای مبارک را دارد، معنای هدیه را دارد، معنای تحفه را دارد. تبرک. حضرت عروه که در صحیح بخاری روایت می شود می گوید که در یکی از جنگ ها حبیب خدا وقتی که آب دهانشان می پرتافتند، آب دهانشان که می پرتافتند در جنگ نه بلکه در صلح حدیبیه، وقتی آب دهانشان که در صحیح بخاری روایت میشه می پرتافتند، صحابه های گرامی میگوید دست هاشون پهن میکردند که همین آب دهان پیغمبر در زمین نزند. در دست هاشون میگرفتند و در رخساره هاشون میمالیدند. یعنی این تبرک جستن هم از روی این حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما سنت شده است. و حتی حضرت انس هم میگوید که در حجة الوداع، آخران حج که حبیب خدا حافظی میکردند، در همین حج حضرت سرشان تراشیدند. وقتی تراشیدند موی های دستشان میگوید در دست حضرت ابو طلحه دادند و حضرت ابو طلحه این موی های سر چکار کردند؟ میگوید به همه صحابه ها تقسیم کردند که به هر کدام او یک تاری و دو تاری از موی پیغمبر خدا رسید. اینم با حیث یک چی بود؟ با حیث یک تبرک بودند که با صحابه های پیغمبر خدا تقسیم میکردند. حضرت عایشه صدیقه میگوید که وقتی حبیب خدا از دنیا گذشتند جامه مبارک میگوید در خانه من بود. هر آدمی که بیمار میشد این جامه مبارک ما میشستیم، آب او را برای دعوا برای بیمارها میدادیم. اینم به حیث چی بود؟ به حیث تبرک بود. از این خاطر امام نووی در شرح شارح صحیح مسلم میگوید تبرک جستن به خاطر انا همین حدیث حبیبی خدا از لباس آدمای صالح و عالم ها هم جایز است گفتند که را امام نووی شارح صحیح مسلم هم اجازت دادند. حتی خدا رحمت کند که ابن جوزی هم روایت میکند، تاریخ ابن کثیر هم میگوید، یعنی عینی حنفی هم خدا رحمتش کند در عمدة القاری هم میگوید که امام احمد حنبل لباس امام شافعی را شستن، آب همون امام احمد حنبل نوشیدن، حضرت امام شافعی را. به این خاطر تبرک گرفتن این البته به البته جایز است. ما و شما تبرک از آدمای خیلی با تقوا و اهل علم و پرهیزکارا، ما و شما چه از طبقشان چیز باقی میماند مثال میگیریم تبرکن میخوریم، این بسیار ثواب خیلی بلند دارد. به این خاطر تبرک البته درست و جایز است.
السلام علیکم برادر عزیز اکای حاجی میرزا. خداوند پدر و مادر شما را عمر دراز و تنی صحت نصیب گرداند که چنین فرزند صالح را به دنیا آوردند. برادر عزیز از شما خواهش دارم که با یک سوال من که نافهمه هست جواب گویید. مادر من 5 وقت نمازش را میخواند، روزه های گوناگون میدارد، لیکن وی با فرزندهای خود را فقط دعاهای بد و میگوید که در دهن شما فلان و بهمدان کنم که ما شیر این مادر را همه فرزندان خوردیم. میگوید که مادر خوک شد، خوب وانیش کن. آخر ما فرزندانش همه نمازخوان و اسلام شناس هستیم. ما میگوییم که این رفتار شما نادرست است و این نمیفهمد. با چنین مادری که ما فرزند او هستیم چگونه رفتار کنیم؟ التماس با این سیاه‌بختی را روشنی اندازید، زیرا که ما نمیدانیم چی کار کنیم. این سوال را به آیت‌های قرآن و احادیث‌های نبوی فهمانید که ما برادران همه کسیته های شما را گوش میکنیم و در آخر در حق این مادر عزیز ما دعا کنید که خداوند مهر فرزندی را در دل و ایمان او جای کند و در حق ما نیز دعا کنید که ما برادران مسلمان های شما هست، مخلصان شما هستیم. راستی بار این گونه متن ها را، این گونه جمله ها را انسان وقتی میخواند باور کن والله که خیلی ناراحت میشوی، خیلی ناراحت میشوی. وقتی که مادر یا پدر فرزند را حقارت میدهد، وقتی مادر دهان چه دختر باشد چه بچه نام میگیرد، این خیلی گویم از ایمانداری و از خدا ترسی خیلی و خیلی دور است. افسوس که حبیب خدا در حدیث های مبارک گفتند مادرت را بعد از آن پدرت را خدمت کن. گفتند مادرت را بعد از آن پدرت را. لیکن مقصد از مادر، وقتی ما مادر میگوییم مقصد از مادر چی میبراید؟ تربیت کننده. مقصد از مادر چی میبراید؟ آداب دهنده. مادر وقتی میگوییم مادر شخصی باید باشد که همیشه در بهبودی فرزند کوشش کننده باشد، بهترین تربیت کننده این فرزند آشنا و شناس میکردگی به سوی خدا باشد. وقتی این گونه مادر این گونه معامله را به فرزند میکند، آیا نمیداند که برنامه اسلامی را وی ویران کرده است؟ آیا وی نمیداند که از نام این گونه مادر نام مادریش خط زده می شود؟ چگونه ای که عالم ها در نزد خدا قدر دارند، قیمت دارند، لیکن عالمی با عمل باشد. عالمی بی عملی که برای خیانت اسلام و برای گویم طله و تاراج و برای گویم فقط راحت خودش در بین مردم اگر زندگی کند، این گونه عالم در نزد خدا قدر و منزلت ندارد. و این چنین آن مادری که حقارت دهنده فرزند باشد، این چنین مادری که آزار دهنده و گویم که دشنام کننده فرزند باشد، وی مادر نیست. وی گویم یک میکروبی هست که وی ضرر او فرزند به فرزند نبیره به نبیره دا تاثیر میکند. و این خاطر این دادرای عزیز ما چیکار کنیم که خداوند در قرآن احترام پدر و مادر را بالای همه ما و شما فرض گردانیده است، لیکن ما او را دشنام نمیدهیم. لیکن آنچنان مهربانی که به اون مادرای غمخوار داریم، به این گونه مادر و پدر ما غمخواری نمیکنیم. چگونه ای که اونها بی رحم و بی انصاف نسبت فرزندان، ما نیز نسبت اونها بی رحم و بی انصاف هستیم، لیکن دشنام شو نمیکنیم. فرزند باید وی احترام کند. پدر و مادر وظیفه دارند. وظیفه اونها چیست؟ فرزند باید خوب تربیت کنند، فرزند باید با خدا شناس کنند، فرزند نام خوب گذارند، فرزند خط نکنند. این وظیفه های پدر و مادر است. ما را پدر کرده است گفته و اون مادرها را مادر کرده است، دیگر گویا بیغم گشتن بگیریم و هر جبری که داریم بالای فرزندا روان کنیم و از فرزندا باز ما مهربانی و غمخواری را طلب کنیم، این نصیب ما و شما نمی شود. این خیلی بی‌حیایی است، این خیلی خدا ناترسی است. اون نماز وی، روزه های گوناگون وی، به خدا قسم
به منزله یک کرم لای خورک در نزد خدا قدر ندارد. این معنای را ندارد من 5 وقت نماز ما میخوانم لیکن بچه و دختر ما حقارت میدهم، بچه و دختر ما از خانه گریزان میکنم لیکن من 5 وقت نماز و روزه دارم. این نماز و روزه تو را دستگیرت نمیشود. خداوند در قرآن صراحتا گفته است نماز انسان از کارهای بد باز می‌دارد. پس چرا این باز نداشت؟ حالا که خدا گفته ایستاده است تو نماز بخوان الله تو را از همه کارهای بد باز می‌دارد. معلوم میشد که نماز این دروغ است، نماز این از برای خدا نیست. اگر نماز از برای خدا میشید این در دهن فرزند و دخترش دشنام کننده نمیشد، این بلکه مهربانی میکرد. حیف این چنین مادر و این چنین پدر. نام پدری و مادری را به خدا قسم این دو طایفه حرام میگردانند. وقتی که با فرزند خود یا با کلین خود اگر وقت دشنام دهنده باشند. بسیار از این گونه پدر و مادرها امروز بچه هاشون در ما شکایت دارن. بعضی هاش میگن حاجی اجازت نمیدهی که یک لط کوبش کنیم. به خدا قسم تا این اندازه آمدند لیکن ما هیچ کدام او را فتوا ندادیم که شما پدر و مادر را لط کوب کنین. بیزار شدن فرزندا، معامله هاتون خوب کنین که آینده دیگه ما را هم گوش نمیکنن، در کار شوند دیگه شما را حتی قتل تا نمیکنن وقتی اگر بیرحمی و بی انصافی کنید.